تا حالا به این فکر کردین که زندگیمون به مولکول ها گره خورده؟ خود ما، حیوانات و گیاهان هر لحظه برای زنده موندن به مولکول های اکسیژن نیاز داریم. حتی ماهی ها هم در آب به خاطر اکسیژن محلول در آب هست که زنده هستند. از ماشین ها و کارخانه ها براتون نگم که هر روز مقدار زیادی مولکول های گوگردی اکسید و کربن دی اکسید وارد هوا میکنن. شاید جالب باشه که بدونید بوی تخم مرغ گندیده به خاطر ترکیبات گوگرداری مثل هیدروژن سولفید هست. با خوردن 1 لیوان آب بیشمار مولکول آب رو وارد بدنتون میکنید و وقتی با دوستانتون میرید بدنسازی در واقع داری به بدنت فرمان میدی که این مولکول های آمینو اسید رو کنار هم بچینه و پروتئین بسازه، همون چیزی که عضلاتت رو قوی تر میکنه. بعد از باشگاه هم حتما هوس ماهی تن میکنی ولی خبر نداری که چقدر اتم جیوه رو داری نوش جان میکنی. اگر دوچرخه سواری دوست داری بدون که داری مولکول های گلوکوز رو میسوزونی و اونها رو تبدیل به انرژی میکنی. خوشحالی؟ چون توی بدنت مولکول های دوپامین آزاد شده. اگه دوستشون داری به ساختارشون هم نگاه کن تا باهاش بیشتر آشنا بشی. وای چقدر ناراحتی، مواظب باش، داری مولکول های سمی کورتیزول رو وارد خونت میکنی. حالا نوبت تو هست. تو به هم بگو که هر روز کدومی که از این مولکول ها رو تولید و مصرف میکنی.